فکر من که همین عقیده‌هایی که از خدمت حربی میگریزند شاید سببش همین باشد که فکر میکنن مشکل است در اونجا لطکوب است. فکر میکنن که بعضی ها هستن که شرایط زندگیشان خوب نیست و بر مثال مهاجرت میروند. از همین سببا هستن نفرانی که از خدمت حربی میگریزند. در دوران خدمت کردیم 2 سال خدمت کردیم، شهر روسیه رو خدمت کردیم، خدمت نقص زمین دو خدمت همه چقدره که اگر وطن دوستی همینا باشد همون قطر وطن پرستش زاید میشه. جوانا باید خودشو بیان خدمت کنن. خیلی ما هم که کاغذ نامه دور شورای ما خدمت دایده مثال همون با این کمد میرفتیم خدمت مثال چی میکردیم معاینه تیوی میگذاشتیم و ما رو خود سیبی رو مقصد مثال کمشد کنه خدمت کردیم اومدیم یکون کمودش نشید. هر یک خینه داره که یک کم در خینه که ترسی و هیچی محافظت وطن نمیشه. وطن رو باید محافظت کردن در کن. هر کس هر خیلی یک کس هم نموش فکر میکنه که دوجد غم میتن یا که یکون کس خیلی چی میکنه نمیدونه سیگه جوانه حوزه فهمیده نمیشود. از نقطه نظر من شاید سطح همون بگیم که خدمت رسانی باشد یا که همون در قسم‌های حربی که در جمهوری ما هست و طلبات امروزه جمهوری جوابگو نیستند. یکی از شاید ممکن میشود که یکی از سبب‌های همین باشد. بعدا من یک فکر شخصی داشتم، نمیدونم به هر کس راست میآید یا نه. یک وقتی شنیده بودم که در مملکت من همسایه ما ازبکستان تیپ کانترکت شده بود. هر عائله که خدمت حربی را مثال فرزندایش به کلا نمیگیرند، اونها مقدار معینی جریمه میسپارند دولت را. من مقصد که شاید $1000 من فهمیدگی بودم که مثلا خانه که پایسکه حربی میبیاید اونها به کلا نمیگیرند و فرزندشون هم میخواهند که به قسمهای همه حربی همون وطن یا دولت سپارند. اونها به یگان وای جریمه میسپارند، مدت معین آزاد کرده میشوند همه خدمت حربی. من پیشنهاد من همین بود که کدام عائله هایی که مثال نمیخواهند فرزندانشون خدمت کنند شاید این پرینسیپ رو پیش میگیره حکومت ما دولت ما که همین چیز رو براه میماندن. یکی از مثال همین چیزهای من همین است. دیگر مسئله که برای چی وقتی که فرزند کس را با طریق ابله میگن وقتی که از خانه از راه میدارن باز $100 یا $200 یا $1000 شاید باشد همین همچون پاره گرفته باز همون پسر جواب میتین.